مدت ها توی لایف چند تا تشکر میخوام بکنم ازتون. اول اینکه نمیدونم برنامه رو دیدید یا نه، بسته پیشنهادی فصل دوم شروع شده و امروز 4مین قسمت ما بود. هفته پیش خب بنا به شرایطی که وجود داشت برنامه متناسب با حال و اوضاع جامعه کاملا سنگین و عزا رفت دیگه. از امشب خودمون بودیم دیگه، یعنی همون بسته پیشنهادی همیشگی. چه بارونی داره میاد، صداشو میشنوین دیگه. تهران هم انار منه. تهران خیلی بارونیه و نمیدونم شما از کجا دارین این لایو رو تماشا میکنین، ولی تهران حسابی بارونیه و برنامه تموم شده. دارم برمیگردم منزل و گفتم که چند دقیقه با هم گپ بزنیم. نمیدونم که برنامه رو دیدید یا نه، اما امشب اگه تونستین توی تلویزیون ببینین، ما یک در حقیقت مروری داشتیم به کنسرت جناب استاد مجید انتظامی و خیلی خیلی لذت بخش بود. هم رفتیم شنبه کنسرت رو با بچه‌های بسته پیشنهادی دیدیم. دوستمون زدن سلام، من از ونکوور کانادا. خیلی هم ممنون و متشکرم. شما نمیدونم تو ونکوور هواتون چطوریه، ولی اینجا حسابی تو تهران داره بارون میاد. دیگه اینکه بسته پیشنهادی امشب شاید واسه اولین بار ما 3 تا نوازنده خیلی درجه یک رو دعوت کردیم و یه نوازنده خانوم. خیلی کم پیش میاد در تلویزیون ولی این اتفاق افتاد و خلاصه امشب خیلی خوش گذشت. لطف میکنین اگر که وقت داشتید و حوصله داشتین حتما تماشا کنین. از تلویزیون فکر میکنم که راحت بتونین ببینید. از جای مختلف نوشتن برامون دیگه، گیلان و اینا و گفتن که چرا پاسخ دایرکت نمیدین. من دایرکت هم رو بستم راستشو بخوای، یعنی فقط اونایی که از قبل به من دایرکت دادن و من باشون یه مکالمه داشتم میتونن دایرکت بدن، به خاطر اینکه نمیرسیدم و عذاب وجدان میگرفتم. حداقل اینجوری نرسه به هم خیلی عذاب وجدان نمیگیرم. بله. بعد دیگه خدمت شما عرض بکنم که دوستان نوشتن که فقط ونکوور رو دیدی، پس آبادان چشه؟ آبادان که اصلا عشق ماست. آبادان که اصلا فوق‌العاده است. 2 تا نکته بگم سریع وقتتون رو نگیرم. صدای بارون رو میشنوین؟ چه بارون خفنی میاد. 2 تا نکته بگم. این من نورش خیلی بده اینجا. یکی این که گفتن که کلاس مجریگری نمیذاری. نه، من هیچ وقت تا الان کلاس اجرا نذاشتم و نخواهم گذاشت. کارگاه ممکنه انتقال تجربه برگزار کنم، ولی راستشو بخواین به نظرم اصلا اجرا اونقدری که دوستان همه دارن یاد میدن و اینا خیلی یاد دادنی نیست. یه بخش عمدهش واقعا ذاتیه و استعداد خودتونه و من فکر میکنم که دلم یعنی نمیاد که آدم از مردم پول بگیره و بعد تش نتونه که معرفیشون بکنه به جایی و تلویزیون دوست دارن همه بیان و اینا. من خیلی همیشه دچار عذاب وجدانم، بنابراین این کار نمی‌کنم. ممکنه که چیز بکنم، ممکنه که کارگاه انتقال تجربه بذارم. فقط از این دیگه چی می‌خواستم بهتون بگم؟ یه تشکر ویژه بکنم. تشکر ویژم اینه که خیلی پست آخر رو الان داره میشه حدود 700,000 ویو. خیلی پست آخر رو دوست داشتین و خیلی دیدید و برای هم فرستادید و لایک کردین و کلی فالوور به جمع ما اضافه شده. خیلی خوشحالم از اینکه حسبنالله و نعم الوکیل انقدر به جان شما نشسته. میدونین من سالهاست از روزی که تلویزیون اجرا کردم بعد بسم الله الرحمن الرحیم میگم حسبنالله و نعم الوکیل، چون آیه‌ایه که باهاش زندگی کردم و خیلی ممنونم از اینکه
انقدر واکنش مثبت داشتین، انقدر دوست داشتین و انقدر این پست دیده شده و خیلی ممنونم از این که توی اون کوئسچن باکس، اون بخش سوالاتی که گذاشته بودم درباره اینکه چیه این صفحه شما رو در واقع مجاب میکنه که این صفحه رو دنبال بکنین و سوال مشخص هم این بود که چرا این صفحه رو دنبال میکنین. اصلا شما نمیدونین چه تعدادی برای من پیام اومد، اصلا نتونستم دیگه منتشرش کنم ولی همه رو خوندم و کیف کردم. یعنی از اینکه انقدر مخاطب با من همراهه حقیقتا افتخار کردم به خودم و یعنی افتخار کردم به اینکه چقدر شماها درجه 1 همراهی میکنین این سفر رو. دیگه خدمتتون بگم که گفتن از کنسرت موسیقی که تو برنامه گذاشتین ممنونم، عالی بود، خیلی خیلی واقعا ما دوست داشتیم که این اتفاق توی برنامه بیفته و خوشحالم از اینکه امشب تونستیم این کار رو انجام بدیم. دیگه چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم بگم. پنجشنبه جمعه بسته پیشنهادی رو حتما ببینین، حاصل تلاش همه دوستان من، خانم بهبودی، آقای جباری و خانم حسین شاهی، عکاسای خوبمون، خانم غفوریان، خانم احمدی و تیم نویسنده‌مون، تیم اتاق فکرمون، آقای خداوردیان مدیر تولید و کارگردان. خلاصه یه تیم فوق‌العاده، یه تیم فوق‌العاده‌ان به غیر من. دیگه همین دیگه، خواستم فقط خیلی تشکر کنم و اینکه چقدر کامنتاتون خوبه. یعنی بسته پیشنهادی تا که ادامه داره والا، تا هر وقتی که بتونیم اجرا کنیم و بذارن. شام چی خوردی؟ شام نخوردم، همین الان از برنامه دارم میام. ما تا 11:30 برنامه داشتیم، الان هم دیدم که بارون شدیده و قشنگه، گفتم که با هم یه گپی بزنیم. خیلی متشکرم رفقا، خیلی ممنونم بازم بابت پست آخر ازتون، متشکرم بابت لطفتون، مهرتون، کامنتاتون، همراهیتون. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. نیکناز قشنگم سلام بهت، گفتی خسته نباشه، خیلی ممنونم. جات خالی ایران عزیز دلم. و گفتن صفحه رسمی بسته پیشنهادی رو کجا میشه، یا وای شما اگر که صفحه منو دنبال میکنین که من هر 2 دقیقه یه بار دارم چیز میکنم، دارم صفحه بسته پیشنهادی رو استوری میکنم. همین الان توی استوریای من برین ببینین من تگ کردم. حدیث عزیز گفتی مراقب خودت باش. چشم. گفتن آقای ماهان گفتن بازم لایو بذارین. من خیلی توی لایو گذاشتن راستشو بخواین چیزم سختم میشه، یعنی احساس میکنم که خب من که دارم پست استوری میذارم چرا باید وقتتون رو بگیرم، ولی چشم. آیدا گفته جواب سلامم بدین، یه خبر خوب بدم بهتون لطفا. آیدا جان سلام عزیزم، امیدوارم همیشه خوشخبر باشی. و آقای اماد گفتن اسمامونم بگو. چشم. آقای عیسی گفتن از خوزستان سلام. سلام. بعد دیگه همین دیگه، یه سریاتون هم که خیلی شخصی ابراز لطف میکنین، من نمیدونم باید چی بگم در جوابش. ولی آقای عبدالله گفتن چابهار اومدی؟ بله بله چابهار اومدم و بسیارم دوستش داشتم و خیلی هم زیباست. خب من برم دیگه به خونه برسم، بسته دیگه. بچه یه انار منم ببینین، یه دقیقه انار منو ببینین. این پشتش یه صلواته و یه ورنیکاره، ولی این انار منه، سالهاست جلوی ماشینمه. خب دم همتون گرم، خیلی خوشحال شدیم. مدل چادرتون هم بگین. مدل چادر من چیزه عربیه. از لواسون سلام آقای سعید، خیلی وقت من لواسان نیومدم با اینکه لواسانیم. و خانم سپیده مهربانوی ادبیاتی عزیز سلام، خیلی متشکرم. سلام سلام سلام. راستی نظرتون درباره شعرام هم حتما بگین، البته تو کامنت ها میذارین ولی بیشتر نظر بدین، من خوشحال میشم.
کتاب جدیدم انشالله سال دیگه حتما منتشر خواهد شد زیر نظر جناب آقای گروس عبدالملکیان. بسته پیشنهادی ادامه داره پنجشنبه جمعه ها. سعی میکنم که کارگاه انتقال تجربه حتما برگزار کنم که کنار هم باشیم، مثل همین کارگاهی که توی سیره برگزار شد و شما هم دوست داشتین. دیگه همین دیگه. خیلی خیلی خوشحال شدم. دمتون گرم، مرسی، ممنونم. خانم فاطمه منصوری گفته شعراتون هم دوست داریم. به خدا که منم خیلی شما رو دوست دارم، خیلی زیاد. یه بار دیگه این بارون قشنگ بزنید من شهر بکشم پایین. این بارون رو شما ببینید چه بارونه. حالا الان میدوزدن گوشیمو برای دومین بار. اینم تعریف کنم، پارسال دقیقاً من داشتم از خونه الناز دوستم برمیگشتم، نشستم توی ماشین و ویزو داشتم میزدم تا حاضر شم. یک دزد، بگم مثلا دزد عزیزی، یک دزد نامحترمی در ماشین رو وا کرد. از اونجایی که من هیچ وقت متاسفانه همین که میشینم قفل میکردم، الان قفل کردم. شما یادتون باشه که قفل کنین، خواهش میکنم شما قفل کنین، میشینین قفل کنین. در رو باز کرد، مشت زد تو صورتم، چاقو گذاشت اینجا و گوشی من رو دزدید و رفت. به خدا این کارا رو هم نمیکرد من گوشی رو میدادم بهش. ولی میخوام بهتون بگم خیلی مراقب باشید. البته این اتفاق پارسال افتاد، ولی از اون موقع دیگه فکر کردم که حتما وقتی میشینم در ماشین رو قفل کنم. حدیث گفته که سر جدم در ماشین رو قفل کن. حدیث عزیزم، حدیث آخه سادات، حدیث سادات عزیز منه. چشم دیگه. از وقتی که چیز شد، از وقتی که مهسا شمس خبرنگار ویژه حوزه جنایی و پلیس و اینا هست، گفته تا من اومدم باید خاطره پلیسی بگی. مهسا اتفاقا اون موقع میخواستم به زنگ بزنم و بهت بگم که اینجوری شده، ولی دیگه فکر کردم که خب دیگه دزدی شده دیگه، این همه گوشی میدزدن اینم روش. خلاصه شما رعایت کنین، خواهش میکنم شما رعایت کنین و خواهش میکنم که در ماشین رو حتما قفل بکنین. آقای حکیمی خیلی مخلصیم، گفتن اسم ما رو بگی، شما برادر بزرگ منین. رنگ مورد علاقه‌مو بگم، رنگ مورد علاقه‌م قطعاً آبیه، قطعاً آبیه. بله. خانم آیدا عدالت گفته روبروی حرم امام رضا دارم یادتون میکنم. متشکرم، ممنونم. آیدا جان همه رو دعا کن، همه اونایی که تو این لایون، همه اونایی که تو صفحه منن، همه اونایی که التماس دعا دارن. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. یه پیام دیگه هم بود، گفتن که خانم لواسانی از میان دلهوره های امتحان بسته پیشنهادی رو دنبال کردم، خیلی از حال بدم کم شد. دوستتون دارم، شما نقطه انرژی شبهای سخت منین. خانوم هانیه است فکر میکنم، بی آر هانیه. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. بچه من دلم نمیاد برم. زهرا گفته فردا دارم میرم کربلا. زهرا خیلی دعا کن، خیلی دعا کن، خیلی خیلی. آقای علیرضا امینیان سلام، همکار خوب من، گفتن که باب الرأس حرم سیدالشهدا دعاگوتونم. آقای امینیان خیلی ما رو دعا کنید. چه خوشحالم لایو گذاشتم که اینقدر اتفاقات خوب بیفته. مهلا گفته شبتون بهشت عزیزه ندیده. خانم عزیزم ساجی، خانم دوست نازنین من که خیلی هم دوستشون دارم، خانم باقرزاده که همسر شهیدن، گفتن که برو خونه نگران میشن. آره دیگه، به نظر من باید حرف خانم باقرزاده رو گوش کنم برم خونه، چون دیگه خیلی داره دیر میشه. از برنامه اومدم گفتم یه چند دقیقه باهاتون صحبت کنم. خانم مائده گفتن که از عالم حقوق و وکالت بگین. حتما. اینم یه نکته‌ام بگم دوستان عزیز، خوندن حقوق، چون خیلی درباره این کمیسیون هم بحث بود، هیچ ربطی به این نداره که شما وکیل بشین یا نشین. شما حقوق رو میخونی تا حتی مرحله دکترات هم ممکنه بخونی و نخوای وکیل بشی. اینکه کسی الان کارآموز وکالته، یعنی حقوق خونده، حالا در آزمون وکالت شرکت کرده و قبول شده و کارآموزی میکنه، لزوما هر حقوقدانی وکیل نیست. یعنی اصلا دلیلی نداره. بسیاری از اساتید دانشگاه ما وکیل نبودن اما حقوقدان بودن، حقوق خوندن.
این هیچ ربطی نداره. و بعدم اینم بهتون بگم که حدیث علی خانی گفته بگو حدیث نگی خودم میکشم. باشه بابا گفتم، بی خیال تو رو خدا. دیگه چی میخواستم بگم؟ آها، و من الان یعنی من حقوق خوندم، بعد چیز کردم، بعد به هر حال آزمون وکالت شرکت کردم، قبول شدم. الانم کارآموز وکالتم، پدرم هم وکیل سرپرستمه، چون پدرم در واقع کارآموزان بسیاری رو داره و میتونه و کلا وکیل سرپرست هست، یعنی بسیاری از کارآموزان میان و در واقع پیش ایشون کار یاد میگیرن. منم خواستم که پدرم وکیل سرپرستم باشه، ولی میتونست هر وکیل دیگه‌ای وکیل سرپرستم باشه. به هر حال 2 سال باید کارآموزی کنم و بعدم انشالله آزمون اختبار رو قبول بشم، وکیل بشم. الانم تو دوره کارآموزی میتونم وکالت کنم، یعنی همه تو دوره کارآموزیشون در یک محدوده میتونن وکالت کنن. مثلا پرونده زیر 2 میلیارد رو میتونن وکالت کنن، نمیدونم پرونده کیفری 1 نمیتونن وکالت کنن و اینا یه سری شرایطی داره، ولی چیزای مثلا عادی رو میتونیم وکالت کنیم در همین زمان کارآموزی. سهروورد زادگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی، به به، سلام به شما. چه عجیب دیگه اجرا نیستیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه اجرا نمی‌کنم. همین الان از اجرای بسته پیشنهادی برگشتم. وکالت هم میکنم، اجرا هم میکنم. گفتن که حوزه حقوقیتون چیه فاطمه جان؟ من ببینین توی ایران اینجوری نیست که مشخص بشه، ولی من حقوق جزا رو خیلی دوست دارم، جزا خوندم و دوست دارم که پرونده های جنایی رو بگیرم. خیلی هم ممنونم دیگه، واقعا خداحافظ، برم به خونه برسم. یا علی، شبتون بخیر. کلی ذوق کردم بچه ها، مرسی، خداحافظ.